الحمد لله نزدیک شکنه حجر الاسود نامین نزدیک هدف نگار نامین است که دیگه قدر منزلت که نامین دیوارهایی که بنا نهاد کرده است از زمان ابراهیم علیه السلام هم مشمل به خاطر آن همین سنگ است که جوهر از جواهرهای جنت است حجر الاسود از زمان تو آدم علیه السلام تا امروز بگم از وقتی که در روی زمین آدم است مثلا سنگ مقدس است و آدم بوسش میکنند بوسه کردن یا اینکه از نزدیک به همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اگر کسی دیگر عذر ندهد ولی که وقتی زمانش دیگه که نمیتونه بگو که من 100 فوید عذر نمیتونم به هر حال کسانی که استطاعت توانایی اگر سبب عذر دیگر کسی نشوند خستن بیایند بوسه کنند در بوسه کردن انسان پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است و الله تعالی در قرآن میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اگر شما ادعای آن را دارید که پروردگارتان را دوست می‌دارید پس پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید در پیروی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستداری الله است هر که پیامبر را پیروی کرد مثل آن است که الله را دوست داشت و الله او را دوست داشته است مولانا نشمو خب چه گفتنی باشه ما الحمدلله کوشش کردیم که برای درباره همین چه بود مشکل بود رفتن و پیشمچه کردن یا مشکل نبود در حالتی که آدمو بسیار مشکله در این حالت خداوند ساعت لحظه شاورد یک آسانی برای ما را میسر گردون که ما به حضور همون سنگ رفته بوسه کرده به حضور من نماز ادا میکنیم خداوند قبولش کنه اما که خداوند به این مراد مقصد برسونه ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار حضرت میگفتین که از دوری با اشاره مچه کردن نشان جنه خب بله وقتی که نتواند آدم نتوان باشد که وقتی که میدونه که سبب عذر نفرا میشه در اینجا خب بگیم هیچ امکانی ندارد که بگیم سبب عذر یک نفر نشه شاید مثل که ما میگیم یعنی اگر همون عذرت قصدن نباشد یا اینکه چه بگیم میشود که قصدن هم نیست امکان زیادی تصادفاً مورد عذر گرفتن دیگران که باشه اینا فقط با دوری اشاره میکنه که اینم سنت رسول صلی الله علیه و سلم است دوری اشاره میکنه که من بوسیدم تو بله با دوری اشاره میکنه در سیرا ستر میبادریم میگه که بسم الله الله اکبر خب بعد دعا است که دعاش هم میتونی بخونی اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم یعنی من پروردگارا وفا کننده به عهدی که با تو کردم و تصدیق کننده کتاب تو را و پیروی کننده سنت رسول تو را صلی الله علیه و سلم بسم الله الله اکبر میگه از دوری اشاره میکنی بس همیسان که اینم حکمی انا همون بوسه کردن داره در حالتی که سبب عذر دیگر رو بشه ماشاءالله نه بردارین عزیز کدومی که نمیدونید درباره همین سنگ کمی هم باشه معلومات برای شما به خاطر که ما شما رو دوست می‌داریم و خداوند شما رو دوست می‌دارد که ما همین نوارها رو توانستیم پیشکش شما نماییم یا برادرها تمام شد که بعد نماز جمعه آدم‌ها باید خلاص نکنن آنجا مچک کنن بازم که تلفن شده که دیگه جمعه نمیشن ليس بالإسلام ولا يقول ذلك رجل بالحجر الأسود لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماذا؟
Ada mami tak ada